تلویزیون رنگ دارن. بفرمایید دوست دوباره سلام عرض میکنم. یه خورده پیش مزاحم شدم. فرزاد هستم. جناب دکتر هروی وقتی میفرمایید که ملتن که نوع رهبر رو مشخص میکنن، ملت کارشون رو روی آگاهی که دارن انجام میدن و آگاهی ملت در دست رهبره، یعنی اون طبقه رهبری که تعیین میکنه که آگاهی ملتش در چه حد باشه. چون اونطور که شما میفرمایید باشه، اگر ملتی که انتخاب کننده است، پس این مسئله خلایق هرچه لایق درست در میاد درسته، حتما درسته. شما فرض کن 100 نفر هم عقیده مسلمان خستگی نیست، بنابراین تغییر نسبیه. توجه کن، برای اینکه درست بتونید مجسم کنی خیال کن 100 نفر هم عقیده دور همین چی در میاد؟ خب پیشوای ما از ماست دیگه، چرا عقبش میگردیم؟ یکی کم میشیم 98 تا و 2 تا، بازی 98 تا چی دارن؟ قدرت دارن. 2 تا نمیدونم حکومت کننده. شما عوض من با تعقل و تجربه خواهید ارزیابی کرد، نه با روایت مردگان یا دانشمندان روز. چون من تابع علم تجربی هستم و دانشمندان استفاده میکنم، ولی با تجربه و تعقل خود من بررسی و چک میکنم، بعد مر میکنم، قبول میکنم. بنابراین در عرض من خواهید دید نقل قول از هیچ کس نخواهد بود، با حال اینکه من همه را از دیگران یاد گرفتم. اما یاد گرفتم، تقلید نمیخوام بکنم که مسئولش هم خود منم دیگه. نمیگم حسن خان همچین گفت یا مستر فلان همچین گفت. من مسئول گفته خودمم و از دانشمندانم استفاده کردم. اما آنچه من میگم و میکنم مسئولش خود منم و عقیده دارم. چون تا تجربه نکنم نمیپذیرم. چون دوران علم تجربه تقلیدی رو من اقلا 40 سال گذروندم.